در این روز شهر کلوب قبای ادانه داشت و در هر یک گوشه پرچم جلو میداد که این روند از رویداد پرچمداری دولت تاجیک از قرنهای گذشته تا به امروز دلالت میداد. روز پرچم را ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون در شهر کلوب راهپیمایی و الوانج دادن پرچم ملی آغاز بخشیدند. واقعا هم در این زمینه می توان از تاریخ پر افتخار پرچمداری باختر، سوخت و ختلان و دیگر دولت‌های قدیمه تاجیکان بخصوص پرچم کابای آهنگر یادآور شد که گواهی هویت ملی و سربلندی گذشتگان ملت تمدن‌آفر می باشد. چون نشان احترام به کابا و مبارزه آزادیخواهانه مردم سرزمین، این درفش کاویانی همچون پرچم ملی اعتراف گردیده طول هزار ساله‌ها هر شاهی که بر سر قدرت می آمد بر این درفش بهترین گوهرهای خزینه خود را نصب میکرد. مردم آریای تبار تحت این پرچم امپریاهای ابرقدرتی را برپا نموده به جهانیان نمونه های عالی دولتداری و ارزگذاری را به حکم انسان از قبیل اعلامیه کوروش کبیر عطا نمودند. مایه افتخار است که درفش کاویان تا زمان ما اهمیت تاریخی خود را حفظ کرده آمده است و آن در مرکز لیوای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جایگزین گردیده همچون نشان ابدیت و بردوامی تاریخ دولتداری ملی تاجیکان محسوب می‌یابد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با افتخار از تاریخ پرچمداری ملت تاجیک ابراز داشتند که هنوز در پرچم کوروش کبیر تصویر عقاب که نشانه قدرت و توانایی است نقش گردیده آن رمز یک دولت نیرومند زمانه به حساب می‌رفت. لیوای کوه‌ای بزرگ باشد نشانه روشنی مبارزه و جانثاری‌های نیوگان ما میباشد. همین است که بزرگداشت پرچم دولتی ارزگذاری به تجربه دولتداری گذشتگان فارس و تاجیک محسوب یافته، حمایه و قدردانی آن به کوشش‌های هر یک فرد جامعه طبعا میباشد. بعد از راهپیمایی در قصر فرهنگ شهر کلوب قسمت تنتنوی چوربینی ادامه یافته، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب تمام مردم سربلند تاجیک را بخشیده به روز پرچم ملی شادباش گفته ابراز داشت که ملت تاجیک رسالت تمدن آفری خود را همیشه حفظ نموده در انتهای عصر گذشته به استقلالیت کامل شرفیاب شد. پرچم تاجیکستان صاحب استقلال 24 نوامبر سال 1992 در اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان قبول گردیده از همان دور تا این جانب 24 نوامبر همچون روز پرچم ملی از جانب مردم سربلند کشور با شکوه و شهامت تجلیل می‌گردد. تاکید داشتند که پرچم ملی همچون رمز مهم استقلالیت ملی، تجسمگر تاریخ، افاده کننده مقصد و مرام و آرزو و آرمان‌های مردم تاجیکستان، مایه افتخار و سرفرازی هر یک شهروند خودآگاه و وطنپرست مملکت به حساب می‌رود. از جانب مهمانان تشریف آورده نیز عاید به روز پرچم ملی اندیشه‌رانی کرده شده چون رمز احترام و قدرشناسی تحفه‌ها تقدیم گردید. همچنین در ادامه به یک قطار ورزشکاران مکتب‌های ورزشی شهر کلوب افتخارنامه و دیگر تحفه‌های پولی و مالی تقدیم کرده شد. قسمت فرهنگی چوربینی با سرود و ترانه‌های دلنشین وطن‌دوستانه از جانب هنرپیشگان جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و دوستی در سطح بلند ادانه انجام داده شد.